بچه‌م نامزدت هست، به نامت هست، چی بلاس نمیفهمم. بابا جان چطور کسی دانامن بودم میتونم مذاق میکنی؟ اگه کسی دانامن باشه باز شما خبر نمیشین، بی خبر میمونین. به علاوه من خودم از هیچ چیزی خبر ندارم، بی خبر هستم، باور کنین. راستی شما درباره من ازش پرسان کردین یا نه؟ گفته گهواره نامزد شدیم. در دوران مکتب ابتدایی قول به هم دادیم. در دوران مکتب ابتدایی؟ بله. بابا جان در مکتب ابتدایی کسی قول میته؟ چرا این گپ جدی میگیرین؟ به خدا شما بیخی گپش باور کردین، فکر میکنین همه طرف؟ دختر جدی آمده پیش من میگه خواستگاریم بیاین. خواستگاریام بریم؟ نام شرمی که برای دختر بیچاره پیشنهاد ازدواج دادی، او را غرق رویاهای عروس شدن کردی، باز حال فریبش میدی؟ جان یک دقیقه چی میکنی؟ کسی یک مرد 23 ساله رو با چبلق میزنه؟ عروسی چی؟ عروس چی؟ اما دختر بیچاره که در پایین است تو نمیگه. او احمق بیچاره که در پایین است، ای که از کجا شدم مربوط من نمیشم. ما تو یک دخترم نمیشناسم. اما او تو رو میشناسه، بسیار خوب میشناسه. بله میفهمه که در کجا میشینی، مکتب ابتدایی را در کجا خواندی. دکان مرام بلد است. راست میگی؟ بابا جان باور کنین نمیشناسمش. شاید مرا کدام جای دیده خوشش آمده، چی بفهمم دیگه. ما در دوران ابتدایی متوسطه یا لیسه به کسی قول عروسی را ندادیم. ما تو یک آدمم نمیشناسم. و ای که میایین مرا اینجا با چبلق میزنین بسیار عجیب است. همه مرا چبلق من. او دختر هنوز در پایین است؟ بله. در پایین منتظرت است. خب سعیس خیلی خودتان بیاین ببینین که با این دختر ارتباط دارم یا نه. خب او دختر کجاست؟ اینجاست. اولیتا چقدر معقول است به خدا. تعجب کردی که مرا اینجا دیدی نه؟ دختر تو مرا تعقیب کردی؟ نه خیر، تو دیروز حوزه به قماندان آدرس خودت دادی، همونطوری؟ او را در فکر خود گرفتم. حافظ این قریه است دیگه، چطور کنم؟ لالا اینا هم دیگر میشناسن. چیزایی که این دختر گفت حقیقت بود. راننده خود جذابه خودشی کارا میکنه. شما در شعبهتان باشین، من یادم اخراج میکنم. خوش آمدین رئیس صاحب. خوش باشید. تشکر میکنم بچه، چرا زحمت کشیدین؟ بفرمایید. کاش قدر زود خودم مرخص نمیکردین. دکترها گفتن اگه چند روز دیگه استراحت کنم بهتر است. بچه من فقط گردنم کم تکلیف داره و او خاطر در شفاخانه بوده نمیتونم در شفاخانه دق میارم. من که در کار باشم خوب میشم. زنده باشه. خوش آمدید. زنده باشی. تشکر. رئیس صاحب، حالا که نام خدا خوب هستین، اگه بخواین یک دفعه مو پروژه‌ای را که براتون گفته بودم از نزدیک ببینیم. بچه ما وقتی که میگم خوب هستم به این معنی نیست که بتونم سر پروژه‌ام بگردم. باز ما وقتی که معاون تو را مقرر کردیم زحمت میشه دیگه، پروژه رام خودت بچشم رئیس صاحب. ها تو همینجا باش. من همراه خانم خدیجه در مورد یک موضوع مهم گپ میزنم. ببین معشوقیم برام پیام روان کرده که شفا باشه. دی گل صوبی چه قسم مذاق بیماناست؟ تو چی میگی؟ گل صوبی چی چاشت شده جانم؟ این همیشه تو چاشت میخوابه بابا جان. وقتی بیکار باشه چی کنه دیگه؟ اوه یگان دفعه تا شام میخوابه دخترم. اوی هم بیکار است
من تنبل. بیبی امیر جان، من امیال پیش از پیش برات میگم که من نمیخوایم شوهرم اتو بیکاره باشه. باز نگویی نگفته بودیم. خدایا چه رقم کابوس است. بیدار شو امیر جان، بیدار شو بچه. زندگیم اتو دکلت نزن، ناق دیوانه میشی. باز من چی خود کردم؟ هر چیز را قبول دارم، اما شوهر دیوانه را نه. شوهر چی دختر؟ چی میگی؟ تو باوش هستی یا نه؟ در خانه اومدی گپای ناق زده میری. بابا جان این دختر از خانه بیرون کوی دیوانه است. بچه مگه توی دختر نمیشناسی؟ نمیشناسم دیگه. ببینین شوهر ما دروغ گویم برام. اینه بخیر تپ نکرد جوش اومد. عروسم راست میگه، دروغ نگو امیر جان. تو اول که او را دیدی ازش نپرسیدی تو از کجا شدی؟ ولو پرسان کرد. یعنی که یکی دیگه خدا خوب میشناسه. دقیقاً میشناسم، اما تو که شما فکر میکنین نمیشناسم. اولی باری دختره دیروز دیدم، پشت ما گرفته بود، یک عالم بلا در سر ما برد. باور کنین. من به سر تو بلا آوردم؟ بله، من به خاطر تو 2 دفعه حوزه رفتم. سر کارم هم ناوقت رسیدم. او دواهای غیر قانونی را خیکی فروخته بود. از ما چی میخوای او دختر؟ برای ازدواج را که با من داده بودی باید بجا ما کنی. تو یک قول ندادیم. دادی. گفتم بعدا میگم ندادیم. ندادیم. بس است دیگه، سردرد شدم. یک دقیقه با آرامی حلش میکنیم. دخترم ای در کجا به تو وعده ازدواج داد؟ در منطقه ماده کاپادوسیا. در دوره ابتداییه؟ بله. ما چرا ناق در دوران ابتدایی به تو قبل ازدواج بتام؟ ناق ماق نیست، من زندگی تو را نجات دادم. زندگی مرا نجات دادی؟ اوه خدایا این دیوانه را سایکو بیخی دیوانه است. یک دقیقه امیر جان، دخترم تو زندگی بچه مرا نجات دادی؟ بله، این در دریا غرق میشد. باز همون وقت من رفتم و نجاتش دادم. یک دقیقه من هیچ چیز نفهمیدم. در کجا؟ چی وقت؟ امیر جان در دوران ابتدایی در کاپادوسیا به چکر آمده بود. باز اینا در کنار رودخانه بازی میکردن که یک دفعه ای به رودخانه افتاد. کم بود که غرق شوم، من نجاتش دادم. باور کنید. لطفاً کمک کنید. تو عمو دختر هستی؟ شکر که یادت آمد امیر جان. رئیس صاحب کاش که در خانه استراحت میکردین، یعنی از خانه میتونستین کارا را مدیریت کنین. خب اینجا به شفاخانم نزدیک است. بیازا دکتر ایره همو تا مانده باش بکشمش. نه رئیس صاحب ایره بارین، لطفاً ای باید باشه. برنامه خانم موگه شروع شد. اول یک تبلیغات دور و دراز نشر میکنن. وای رئیس صاحب هیچ برنامه‌ش از دست نمیدین. بله بیننده های عزیز، صبح زیبایتان بخیر. بیاین مشکلات دیروز ما را فراموش کنیم. حال نوبتی چی است؟ ببی رنگ سرخ بسیار برش خوب میگه. به نظرم هم خوب میگه رئیس صاحب. ببین اون گل کلان که در پشت سر معلوم میشه او را مروان کردیم برش. بسیار کار خوب کردین رئیس صاحب. از این که دوباره آشتی کردین من بسیار زیاد خوش شدم. نه جانم هنوز آشتی نکردیم. برش گفتم که یگان وقت بریم بیرون غذا بخوریم، هنوز جواب ندادم. بسیار تشکر موگه جان، صبح مقبولت بخیر. صبح شما بخیر. چقدر پر انرژی هستی. خدایا نمیفهم اینا چرا اینقدر با هم صمیمی گپ ما همه میزنن. تو پر از عشق و محبت و با انرژی باشن. بلا نیاز نیست که همیشه پشت عشق بگردیم. بعضی وقتا عشق خودش در پشت دروازه تان میآید. دیگه صبح چقدر رومانتیک. بی در پیش روی 70 میلیون نفر اینا ابراز عشق و علاقه میکنن بی تربیارن. رئیس صاحب آرام باشین، اونو به خاطر جالب ساختن برنامه این کارا میکنن. مطمئن است. بله. تو بود اما جان بابا جان، من او روز جان امیر جانم نجات دادم. با وعده کرد که عروسی میکنه، حتی مرم ماچم کرد. چی؟ بچم چرا به من نگفتی که در کاپادوسیا در رودخانه افتادی؟ تو در کنار رودخانه چی کار داشتی؟ چرا وقتی را میری پیش رویت نمیبینی؟ اما حداقل در پیش روی دختر بیگانه با چبلک نزن. چی؟ گفتی دختر بیگانه؟ ما بنامه تستم ایره خو میفهمینه؟
اما جان نشرمن خوب سعید چطلق کنیش کنین ما بیگانه نیستم ایرا باید بفهمم. نرمین یک دقیقه صبر کن. یک کمی آرام باشین فکر ما با سر ما بیایه. آرام باشین بچه. نظر به ای که توی دختر میشناسی دختر راست میگه. تو برش وعده ازدواج دادی. بابا جان ما با کسی قول ازدواج ندادیم. بچه می دختر دروغ میگه؟ ما دروغ نمیگم بابا جان. ما به عروس خود باور دارم. عروس ما دروغ نمیگه. عروس چی همه؟ عزیز واقعا خوشم آمد. دختر خوبی است. بیبی چقدر شیرین است. تو یک دقیقه همراه ما بیا. باید هم گپ بزنیم. بیا. اما جان پدر جان ببخشید من و امیر جان کمی گپ میزنیم و پس میاییم. درست است دختره. بیبی همشیره. بیبی من همشیره نگو. من از خودم نام دارم جیلان. خب بیبی جیلان جان نگفتی اما خیر است به خاطر که وقت بچه چشم سفید معلوم نمیشی. بیبی بسیار طرفدار هستم. من 11 سال منتظر تو بودم و تو فکر میکردم حتی تا اینجا آمدم و تو هنوزم با من این قسم رفتار میکنی. به نظرم مرا با کدام تای دیگه اشتباه گرفتی. بیبی اون روز اون بچه را که نجات دادی من نیست. مگم نامت امیر جان نیست؟ در دریام غرق شدی هم تو نیست؟ بله. تخلصتم چیلید. دوره ابتدایی را در مکتب آکی فارسوی میخواندی؟ بله. سلام امیر جان. من جیلان هستم. دختر راست میگه. دیروز صبح از نوشار آمده. بیبی اینجا آدرس خانه شما است نرمین. با خیالم قبل از اینکه تابستان خلاص شوه عروسی داره. چی میگی نرمین؟ عروسی چی بلیاز خدا؟ بیبی همشیره اون روز جان کسی رو که نجات دادیم من نبودم. بیبی بچه برای ما مردم وعده شرف است. اگه به کسی وعده دادی باز نباید خلاف وعدت کار کنی. اگه بگویی که من این وعده را به جا نمیتونم باز باید از اول وعده کنی. یک دقیقه بعد از اون حادثه فکرت تغییر کرده و از عروسی کردن با من منصرف شدی؟ البته 11 سال وقت کمی نیست. باز فکر کردی که مام تو را فراموش کردم نه؟ راستش او وقت ما طفل بودیم. تو بعقل و قول یک طفل باور کردی باز آمدی امروز از من حساب میگیری ها؟ حساب نمیگیرم. برات میگم که سر وعده مستم. آمدم این عهد مقابلت ایستادم. اگه من مزاق کرده باشم چی؟ باز چی میکنی؟ مزاق؟ بله از یک طفل بیشتر از مزاق دیگه چی انتظار میره؟ همراه ساتیری کده فریب داده دختر. خوبه یعنی کم از کم قبول داری که مرا فریب دادی. بیبی وای خدای چی کنم نمیفهمم به تو چی بگویم شیشک. اگر طفلم بوده میشه با آرزوهای عروس شدن یک دختر خرد بازی کنیم بگو. این گناه نداره؟ تو واقعا به این فکر هستی که بعد از 11 سال بیایی و مرا پیدا کنی و همراهیم عروسی کنی؟ تو یک چیزی امکان داره؟ چرا امکان نداشته باشه؟ اگه عروسی کنیم آسمان با زمین خود خود؟ خیلی گپادی است. اگر چیزایی که از دانه یک آدم میبرایه و میگه وعدم توم عادی باشه بازی گپ خوبی خیاطی است. ببینین اگر جواری را در چایتان بندازین و دمش بتین. جواری را در چای؟ بله. اگر روزانه 3 بار در چایتان جواری انداخته و دم کرده بخورین واقعا یک چیز عالی و پر انرژی میشه. شنیدین خانما؟ حتی از یک دوستم خواهش کردم. رسما دروغ میگه. وقتی که چای مزه‌دار باشه مردم چای جواری را میخوره. یعنی یه آدم بی تربیه را به نام متخصص و دکتر آوردن در این برنامه. واقعا بسیار مزه‌دار است. نوش جانت دختر من. صبح بخیر آقا هالوک. صبح بخیر. رئیس در دفترش هست؟ بله همراه خانم خدیجه است. بله او خود کلیبندوری به پدرم چسبیدن می باشه. نمیفهمم که چرا به خانما زندگی میگه این لوده. یعنی میگم که به دوستایم بگویم که این لوده را بفهمانه که چرا این قسم رئیس صاحب اگر چند دقیقه وقت داشته باشین اما موارد قرار داده یک دفعه با هم ببینیم. مصروف هستم بچیم. در شفاخانه برم پیچکاری مسکن دادن کم سرم گنگ شده. به او خاطر ما باید کم استراحت کنم بعد از چاشت گپ میزنم. میبخشین رئیس صاحب امروز تا ساعت 4 بجوی کار نمیشن. بعد از این یک جلسه بسیار مهم هم دارن. بعد از اون میخواین برن خانه استراحت کنن یا همینجا باشن نمیفهمم.
ما برای شما امروز یا فردا یک وقت ملاقات میگیرم آقای هالوک، تشویش نکنین. روز بخیر. با اجازهتان رئیس صاحب. برو دختره. کدام گپ جالب شده؟ نفهمیدم. از دفتر خندقله بیرون شدی؟ ها، همراه رئیس صاحب در مورد یک موضوع شخصی گپ میزدیم، از او خاطر. شما با خنده کردن ما مشکل دارید؟ نه خیر، خنده نمک زندگی است، اما این موضوع شخصی که بین شما و پدرم است نفهمیدم. منظورتان چیه؟ بیایین در دفترم گپ میزنیم. یک دقیقه آقا هالوک، باید تقسیم اوقات کاری ما ببینم. من حالا هیچ وقت ندارم. ساعت 1:30 براتان مناسب است؟ من در این شرکت معاون ارشد هستم. شاید 5 دقیقه برای من وقت داشته باشین. نیم ساعت بعد باید در دفترم باشین، فهمیدین؟ چه گپ شد؟ هنوزم گپ میزنن؟ نمیفهمم این بچه چی وقت کلان میشه. کارش جنجال خلق کردن است. کم ماندن نجات پیدا میکنی. این بچه دیوانه ما وقتی عروسی کنه عقلش تا سرش میآید. من چی میگم تو چی میگی؟ او مشکل خودش به تنهایی حل نمیتونه، واسه چی رقم بره تشکیل خانواده بده؟ بیبی و من وعده دادی و مثل یک مرد باید سر وعدت باشی امیر جان. خدایایی خب مرا دیوانه میکنه. دختر چند دفعه برات بگویم او بچه من نیستم، او کدام تای دیگه است، باور کن. خیلی چی است؟ امیر جان من نیستم. بله لالا. گفتی لالا؟ هی امیر لالایت است؟ سلام، مجیلان هستم. مام دکتر بنیامین چلیک هستم. دکتر هستین؟ آی بسیار خوش شدم دکتر بنیامین لالا. اینجا چی گپ است؟ صدایتان تا سر کوچه می آمد. مشکلتون چی است؟ مشکلی نیست. بیازو جیلان میخواست که بره، اما تو نیست؟ امیر جان به نظرم درباره خورترکی های ما گپ میزدیم. نظری لالایتم در موردش بگیرم. زندگی؟ لالای من در گپ دخیل نساز. بنیامین لالا ای بیادرت که هست نه؟ به من وعده داده بود که همراه عروسی میکنم، اما حالا میگن نه. امیر جانی دختر چی میگه؟ یک ذره یعنی ای آقا چی کرده؟ همراه ما مذاق کرده. مگم در این گپ مذاق هم میشه؟ یعنی میشه با رویاهای عروس شدن یک دختر خرد بازی کنه؟ به نظر شما این گناه نیست؟ البته که گناه است. ندیدی؟ یک سوال دیگه مرام جوابت لالا. به نظر شما گناه از دختری مظلوم است که این گپ دروغ باور کرده، یا از کسی که این دروغ برش گفته؟ معلوم دار از کسی که دروغ گفته. من غرض ندارم، بفرمایید شما خانه کنین. امیر جان تو واقعا به این دختر قول عروسی دادی ها؟ البته که نه. اینجا بسیار یک سوء تفاهم کلان رخ داده. کل چیزت گدون است لالا. تو امروز یک کار درستت ندیدیم. یک کم کلان شو. اصلاح کن خودم. لالا بیبی لالا دق ما بی انصافی نکنین. من میگم همراه این دختر هیچ ارتباطی ندارم، باور کنین. لالا چرا کلتان مرا دروغگو فکر میکنین؟ چرا گپ من گوش نمیکنین؟ اما لالایت بسیار جذابه. تشویش نکن جانم، تو هم بد نیستی. زنده باشی. خواهش میکنم. فقط امیر جان ما باید سر تنبلی، بدخویی، خو زیاد، بنظمی و دروغگویی تو کمی کار کنیم. تشویش نکن، کلی چیز جور میشه. بیبی دختر جان گپ ما گوش کن. ای که عروسی میکنی یا هر کار دیگه مربوط من نمیشه. من او بچه نیستم. اول برو او بچه رو پیدا کن، باز هر کاری میخواستی بکن. امیر جان از ما و فامیلم دور باش. چی کردین امیر جان؟ چی تصمیم گرفتین؟ تصمیم نیست بابا جان. ما از این حالت خسته شدیم. هر گپ شوه کلتان سرما میندازیم. بچه ما خو ناخ سرت کار نمیشیم. حتما تو یک کاری میکنی که سرت کار میشیم. دشمنت خونه است. پدرت راست میگه. ما گفتیم با او دختر برو قول بده، باز دلش بشکنان. بین ما و این دختر هیچ گپی نشده. وقتی که خورد بودیم هم نشده. از این بعد هم نخواد شد. تمام.
اگه این بچه راست بگویه چی؟ باز وقت چی کنیم نرمین؟ به نظر ما بریم لالا. مقبول است، هوشیار است، با ادب است، در فامیل خوب تربیه شده. امیر جان نباید این دختر از دست بده. تو هم وقت عروسی اینا را کدی خواهر جان. من دکان میرم. لالا بایی که او دختر یادش رفته. جلان دخترم بایی که تا فراموش کردی. نه بگی. تشکر ساله بابا. کاکا ساله جان به زحمت شدی. استغفرالله. زحمتشی دختره. خیمام به اجازهتون میرم. راهیم بسیار دور است. بنفشار میری؟ بله. این بیوزو در استانبول دیگه جایی برای رفتن ندارم. گشنستی؟ بیا با هم یک شوروا بخوریم. با شکم گشنه جنگ نمیشه. داخل بیا. مرا خواسته بودین آقا هالوک؟ گیم میزنم. رونالدو به خاطر از بین بردن استرس بعضی وقتا گیم بازی میکنم. برای شما هم توصیه میکنم شاید این حالت خاموشیتان کمی تغییر کنه. دیشب ازتان خواسته بودم که موتربان پدرم اخراج کنین، اما صبح دیدم که هنوزم اون مرد پیر موترم میدمونه. من ای خواست شما را بر رئیس صاحب گفتم آقا. 40 سال است که آقای بازار موتروانی مرا میکنه. در عین زمان او یک دوست و همراز ما است. بدون خبر من هیچ کس حق نداره که او را از کارش اخراج کنه. اون نفر 70 سال است. تو میفهمید این سن و سال موتروانی چقدر خطرناک است؟ اگر قدر به فکر پدرتان هستین در او صورت خودتان رانندگیش کنین. جان؟ این قسمی میتونین وقت زیاد را همراه پدرتان هم سفری کنین زیاد خوش میشه. میفهمین وقتی دیشب پدرتان در روز تولدش تنها ماندین چقدر خفه شد؟ بس است. تو در مسائل شخصی و فامیلی ما مداخله میکنی دختر. چوب شو. اگه نه چی؟ اگه نه تو را اخراج میکنم. ایره برای صاحب بگوین ببینیم که اول کی اخراج میشه. روز بخیر آقا هالوک. دختر به او خوبی را از دست دادی بی عقل. بله آقای امیر جان. بله من رئیس فروشات و مارکتینگ شرکت پاور اکس ماکس هستم. چطور هستین همراهی کارا چطور پیش میره کارا؟ شما همراهی من ریشخندی میکنین بیادر. کم بود دیروز به خاطر شما بندی شوام. نفهمیدم. چرا نمیفهمی بیادر؟ چرا برام نگفتین که او دعوا فروشش در بازار غیر قانونی و جرم است؟ شما همراهی مردم بازی میکنین ها؟ سه گپ بزن بچه جان. وقتی آمدم باز نشانت میدم چه خواستم گپ بزنم. بله او قراردادی که به زور سرم امضا کردین باید پس بدی. بسیار تشکر. زیاد مزه‌دار بود. نوش جانت دختره. تو واقعا به این باور داری؟ بچی؟ امی که امیر جان همراه تروسی میکنه. اگه باور نمیداشتم هیچ خود رقب زحمت نمیساختم. و یک چیز خیال کردن، باور کردن به او که روز واقعیت میشه کار آدمای احمق است. نه، بستگی داره که چی باشه. بعضی چیزا در زندگی شدنی هستن، بعضی چیزا نه.
مثلا به نظر من باور کردن به معجزه کار احمقانه است. چرا؟ کسی که آدم دوست داشته باشه، سالها منتظرت باشه، باز یک عمر با هم به خوبی زندگی کنه، این معجزه نیست؟ خب تو فکر کو که نیست، اما ازدواج یک تصمیم مهم است. یعنی فقط با خیال پردازی ها نمیشه. راست میگه. منظورم این است که یعنی شما فکر میکنین من کسی نیستم که لیاقت بچه تو نداشته باشم؟ نه، برعکس. تو نظر به بچه من لیاقتت بیشتر از دخترم. چی دروغ بگویم؟ امیر جان بچه ای نیست که لیاقت تو را داشته باشه. یعنی نمیفهمم چرا دختر هوشیاری مثل تو فقط به خاطر خیالای خود آمده و حاضر است که با امیر جان عروسی کنه. نمیفهمم. یعنی امیر جان هنوز نمیتونه مشکلات خود حل کنه، چطور باز بتونه مسئولیت کسی دیگران قبول کنه؟ خب فرض کو ازدواج کردین، صبا روز شما دو نفر صاحب طفل میشین، اما امیر جان هنوز خودش طفل است. کسی که خودش طفل باشه باز چطور متوجه یک طفل دیگه باشه؟ این مسائل سخت است، سخت. حالا بخو که سرد نشه دخترم. چی شد لالا؟ دختر رفت؟ رفت. با اولین طیاره به نوشار برمیگرده. اما وام زود منصرف شد. اگه منصرف نمیشد چی میکرد؟ میامد که دی بچه به لیاقت ما عروسی میکرد. امیر جان چی شد؟ کجاست؟ هنوز خواب است؟ نه، یک چند دقیقه پیش بیدار شد، رفت سر کار. سر کار؟ بله. کدام کار؟ امون شرکتی که دیروز برش چیزای غیر قانونی را داده بود، امونجا رفته که همراهشان حسابی کنه. هیچ معلوم نیست که اونا چه رقم آدم هستن. چرا باز رفته خود در درد سر بندازن؟ میبخشین به خاطر رفتن به میدان هوایی در کدام میلیبس بالا شوم؟ در میلیبس نه، در تاکسی باید بالا شوی. میلیبس 1 ساعت بعد میآید. وقت طفل بود میگفتم خیر از کلان شوه خوب میشه، اما کلان که شد بیخی لوده شد. دی گناه کی است لالا جان؟ جواب نمیته بچه به عقل. پدر و تنهایی خود نمیتونه طفلا را خوب تربیه کنه. اگه مادر میداشتن باز بعضی مسائلشه که تو نمیتونستی او رسیدگی میکرد. خب به هر حال نرمین بیاز اعصابم خراب است. بلیاز خدا تو هم دیگه چوبکاریم نکن. خدایا مرا نجات بده. تو چه قسم مرا پیدا کردی؟ کی میگه که تو را پیدا کردیم؟ من هر روز به خاطر رفتن به ساحل از همین ایستگاه در میلیبس بالا میشم. یعنی متاسفانه بازم با هم مقابل شدیم. خب پس من دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم. روز بخیر. بفرمایین خانم. فقط 3 دانه مانده بود که اونم به شما دادم. بسیار تشکر. زنده باشین. شما هم زنده باشین. بفرمایین. اینم قابی است که دیروز آورده بودین. اگه ایرام قبول کنین خوش میشم. هیچ به این نیاز نیست. مگه میشه قابتان خالی پس بره؟ مامم رای ای خمیرا بلونی جور میکنم. یک چندانه برای شما روان میکنم. هیچ خدا به زحمت نسازین. زحمت چی آقا سالی؟ از برای خدا یه دیگه چقدر شله است. نمیفهمم که چی کنم همراه ازی. تو میدان هوایی میری؟ بله. در کدامش؟ اتاتورک. از این صبح بعد فقط از همونجا بنفشیر پرواز هست. اما او در او طرف دریاست. یعنی ما باید به کشتی سوار شوم؟ بله. ما همون طرف میرم. اگه میخوایی با هم میریم. میاییم لالا. 1 دقیقه میاییم. من هنوزم سر کار هستم. میایم اما فکر نکن که بخشیدمت.
بنیامین کجا میری بچیم؟ شفاخانه میرم. از شفاخانه خواهم یالا آمدی؟ دقیقش نباش بابا جان، حال دیگه عادت کردیم. بچیم در شفاخانه به او کلانی تنها تو دکتر هستی؟ اگه توی رقم مریضا رو تداوی کنی خودت مریض میشی. کدام چیز خوردی یا نه؟ صبح در شفاخانه یک برگر خوردم. بچیم در این روزای دراز یک برگرم جایی را میگیره. امید پالک پخته کرده، همینجا باش ما برات میارم. خب دوستا، حال فیصدی پیشرفت ما در چند وقت اخیرم میگم. فیصدی پیشرفت شرکت ما در سال اول 80% بود. در نیمه اول سال دومم این فیصدی 13% دگان. خوب است این رئیس صاحب. چی شده؟ البته مشکل نیست رئیس صاحب، دوباره توضیح میدم. خیر است بچیم، لطفاً خلاصش کن. این طرح گرافیکت مرا خسته میسازه، لطفاً خلاصه بگو. خب در کجا رسیده بودیم؟ در نیمه اول سال دوم با اضافه شدن 13% به مفاد ما تانستیم به مو هدفی که تعیین کرده بودیم برسیم. نظر به تحقیقاتی که ما کردیم تو معلوم میشه که تغییراتی را که ما در بازار آوردیم وضعیت تجارتی ما را بهتر میسازه. این بسیار خوب است. آفرین. آی لطفاً یک عکس من خوب بگی. این رقمم بگی. درست است. بیار ببینمش. آی چقدر معقول آمده. بیا یک دانه با هم بگیریم. درست است. خب کدام فشار بدون؟ اینی یک دانه تو؟ باش ببینم. اینا را به من روان کنی، درسته؟ خوصه ایست مفرست. بسیار تشکر.
گوش که چی میگم. از اینجا او طرف برو. صبر. از اینجا که او طرف رفتی بالا میشی، باز دوباره دمیلی بس بالا میشی، باز از تاکسی که پایین شدی از هر کسی که پرسان کنی میدان هوایی کجاست برات نشان میده. از اینجا در تاکسی بالا میشم، باز اونجا در موترای لینی میشینم. همینطور است ها؟ دقیقاً همینطور. خب یعنی حالا از هم جدا میشیم؟ خب مجبورم. متوجه خود باش. تو به خاطر کل چیز تشکر. ما خوب کاری نکردیم. میفهمی تو چی کردی؟ تو 11 سال به من یک رویای شیرین دادی که همیشه به اون فکر میکردم. بیبی من واقعا نمیخواستم که دلتا گپای ناخ نزن، چرا دلم بشکنه؟ برعکس مرا بسیار خوش ساختی. ای که در انتظارات باشم خوشایندتر از این بود که به تو برسم. یک دقیقه تو حال یک چیز خوب گفتی یا مرا تحقیر کردی؟ پشتش نگرد، برو که سرت ناوقت میشه. ما میرم که پرواز از دست نتام. درست است؟ خداحافظ. تو گریه میکنی؟ چرا گریه کنم؟ گپای ناف نزن. چرا گریه کنم؟ دلیلی برای گریه کردن ندارم جانم. چشمای من زیاد ریمل زده. من فهمیدم. خب دیگه ما باید برم. سفر خوشی داشته باشی. یک دقیقه. نه ایمیل خودت داد، نه شماره تلفن خودم هست. من چه خواستم بگیرم؟ چه خواستم روان میکنم؟ Büyüdüm her gün senin izlerinden yürüdüm. Yok bana bir şey olmaz ardımdaysan hiç ellerimi bırakma. An gelip ellerinden kaçarsam bir gün kendi gökyüzüne uçarsam. Yok baba bir şey olmaz, yeri bir kaldırır. Biliyorum o gerçek bir kahramandır, onsuz olmaz. Babam candır. امیرجان! Babam candır. امیرجان صبر کن. Babam candır. حال وقت انتقام است امیر. اینجا شرکت تبلیغاتی پاور اکس مکس است؟ او در طبقه بالاست. طبقه بالا؟ اینجا طبقه 4 نیست؟ نه اینجا طبقه 3 است. بسیار ببخشین، من چیز میکنم میره اینجا میمانم. باز که کدام نجار آمد بگوین که در جایش بندش کنه. بسیار میبخشین، بازم میبخشین. مانده نباشین. روز بخیر.
خانم محترم بسیار میبخشین، اینجا طبقه 4 است؟ بله آقای محترم. یعنی شرکت تبلیغات ویتامین پاور اکس مکس؟ بله محترم. بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم. تو با اینجا چی گپ است؟ استعفا میتام. قرارداد ما باید پس بتین. صحیح است، کدام گپی نیست. اول مالا رو بیار، باز میشینیم و حسابی میکنیم. خلاصه هیچ مشکلی نیست. دیگه ای که ما مال داده شده را پس نمیگیریم، اما به خاطر تو این یکی را میکنیم. مال نیست. چطور نیست؟ کلشو پلیس گرفت، من خودم به سختی نجات دادم. خیدل بسیار برات میسوزه، به خاطر که مال که نباشه سندام نیست. باید سندای ما بیتی، اگر نه باز ازت شکایت میکنم. یک نفر بیاین. اول او دوست دیگه بیاید. سلام جیلان جان. سلام امیر جان. چطور هستی؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ مام خوب هستم. حال همراهشان میفهمم. خوب ببین. دختر تو ده اینجا چی کار داری؟ شد. هنوزم رخ نمیشه. خدا کجاست، چی میکنه؟ شاید شام از حوزه زنگ بزنن که بیا بچه اینجاست. علاج کنن دیگه. منظورم می بود که آدم رو علاج کنن، چرا بوجی کچلوانه در زمین انداختن؟ توبه. خوب هستی؟ تو یک بار دانو بینیم ببی که در جایش هست یا نی؟ در جایش هست. شما چه قسم انسان هستین ها؟ بیشرف و احمقا. نمیشرمین که همراه یک بچه خورده معصومی قسم رفتار میکنین؟ از کلانیتون بشرمین. راست میگه. بخیز جانم. یک لحظه، منظورت از بچه خورده معصوم معصوم؟ امیر جان بهتر از زیادتر چانس امتحان نکنی. مسئول اینجا کی است؟ من هستم. شما چرا اشتوک خورده به نرخ روز لط کردین ها؟ اشتوک خورد کی است؟ مستم کی است؟ امیر جان تو مداخله نکن، اجازه بده. خب چی میگفتی؟ این تفلک شما کم مال برده بود اما پیسش پرداخت نمیکنه و ما هم همراه دوستای مجبور شدم که دیگه قسم طلب خود بگیریم، گرچه نمیخواستم این قسم شود. خب این مال شما چه قرضش داره؟ تو را چی که چه قرضش داره؟ امیر جان تو باز میخوایی که سرحدت به حوزه برسه؟ شب که باز پلیسا پشت دروازه خانه‌تون بیایه بازم به جای کاکاساله ازشان معذرت بخوایه؟ خب اون مالا چه قرضش داشت؟ 5000. نه